навиди бомдодии از رادیو زودی که امروز 25 ایون تقدیم شما بینندگان عزیز می شود. امیدوارم روزتون ببرار باشد. ساعت به وقت پراگ است 7 صبح و من آماده هستم که خبرهای تاجیکستان و جهان را برای شما برسانم. حکومت روسیه به مقامات توجیک برای بیرون آوردن شهروندان توجیکستان از کشورش اجازه داده است. در این باره آزیا پلوس با تکیه به منبع خود در سفارت توجیکستان در روسیه خبر می‌دهد. نخستین هواپیمای چارتری امروز از مسکو به توجیکستان پرواز خواهد کرد، ولی تا هنوز نرخ بلیط به این پروازها اعلان نشده است. به قول منبع مقامات روس همچنین اجازه داده است که شرکت‌های هوایی توجیکستان شهروندان روسیه را به وطنشان انتقال بدهند. رویخط آنها را سفارت روسیه در توجیکستان با شرکت‌های توجیکی پیشنهاد خواهد کرد، افزوده است منبع. قبلا سفارت توجیکستان در مسکو گفته بود که اگر جانب روسیه برای آوردن شهروندانش طریق شرکت‌های توجیکی اجازه بدهد، نرخ بلیط‌های پرواز چارتری برای مهاجران از روسیه به توجیکستان با نظر داشته یک سمت خواهد بود، ولی اگر هواپیما خالی پرواز کند قیمت بلیط گرانتر می‌شود. طبق اطلاع دریافتی رادیو زودی، فردا نیز پرواز یک هواپیمای چارتری به توجیکستان برای انتقال توجیکان درمانده در نظر است. یادآور می‌شویم توسط 8 پرواز مخصوص از شهرهای گوناگون روسیه، اساساً زنان حامله، کودکان خردسال، افراد بیمار و پیرانسالان که قبلا نامنویس شدند به توجیکستان آورده خواهند شد. 2 نفر از فعالان گروه 24 را هنگام برگزاری پیکت اعتراضی در شهر مسکو دستگیر کردند. این پیکت اعتراضی 24 ایون بر ضد اشتراک رئیس جمهوری توجیکستان در چهاربین‌های بخشیده به پیروزی بر فاشیسم برگزار شد. به اطلاع مسئولان سازمان مخالفین در آن تقریبا 10 نفر اشتراک داشتند. امامعلی رحمان در نخستین سفر خارجی‌اش در دوره کرونا ویروس به روسیه رفت و 24 ایون در معرکه‌های بخشیده به پیروزی بر فاشیسم اشتراک کرد. مقامات درباره اعتراض مخالفان واکنش نکردند، اما در گذشته هنگام برگزاری چنین پیکت اعتراضی در اروپا بین محافظان پرزیدنت توجیکستان و نمایندگان گروه 24 جنجال برخاسته بود. نوریدین ریزویی مسئول بخش روابط خارجی گروه 24 میگوید برای برگزاری پیکت اعتراضی اجازه مقامات روسیه را گرفته بودند. ریزویی همزمان گفت با وجود آنکه در گذشته چندی از اعضای مخالفین در روسیه بازداشت شدند، در اون کشور شماره قابل ملاحظه اعضایان گروه 24 هستند. مشکل و خطرها زیاد است، ولی شماره اعضا و طرفداران ما در روسیه در مقایسه با اروپا خیلی زیاد است. مادامی که امکانات برگزاری اعتراضها را در داخل نمیدهند، باید این پیغام به آنها برسد که نه همه از سیاست‌هایشان راضی است، گفت نوریدین ریزویی. در گذشته اعضای گروه 24 هنگام سفر پرزیدنت امامعلی رحمان به جمهوری چک، شویتزاری و فرانسه پیکت‌های اعتراضی برگزار کرده او را برای محدود نمودن آزادی‌های سیاسی در کشور تنقید کرده بودند. گروه 24 که سال 2012 تأسیس یافته، سال 2014 با قرار دادگاه عالی توجیکستان یک سازمان اکستریمیستی و ممنوع اعلان شد. در پی آن 10 نفر در توجیکستان، روسیه و کشورهای دیگر پس از شوروی با اتهام طرفداری از گروه 24 بازداشت و زندانی گردیدند. این سازمان را تاجر نوروزی عمرعلی قوتوف بنیاد گذاشته است. خود او سال 2015 در شهر استانبول کشته شد. مجلس نمایندگان پیشنهاد حکومت را درباره دادن امتیاز به صاحبکاران و ساحه‌ای که از پیامد پاندمی کرونا ویروس آسیب دیدند قبول کرد. حکومت توجیکستان در آغاز ماه ایون برای کم کردن تاثیر بیماری کووید 19 به اقتصاد کشور به چند ساحه و صاحبکاران سبکی داده بود. فیض‌الدین قورزاده وزیر مالیه توجیکستان 24 ایون در پارلمان گفت راهاندازی محدودیت‌ها در پی بیماری کووید 19 باعث جداً کاهش یافتن تجارت، از فعالیت ماندن کارخانه‌های استحصالی و ساحه خدمت‌رسانی و موقتاً عملی نگشتن لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری گردیده است. قورزاده گفت حکومت برای کاهش پیامدهای اقتصادی پاندمی کرونا ویروس به چندین ساحه سبکی داد. از جمله از 1 اپریل تا 1 سپتامبر سال 2020 به انشاءات ساحه سیاحی، مهمانخانه‌ها، تشکیلات خوراک عمومی، مرکزهای سلامتی و ورزشی، آسایشگاه‌ها، حمل و نقل مسافرکشانی بین‌المللی و ایروناویگاسیا تعطیل پرداخت‌های اندازی پیش بینی می‌شود. وزیر مالیه بعد بیرون شدن از تالار مجلس نمایندگان نگفت از حساب دادن امتیاز به صاحبکاران به بودجه توجیکستان چقدر مبلغ کم وارد می شود.
مقامات با اینکه نمیگن بودجه در 5 ماه اول امسال چقدر اجرا شده است، از صحبت‌های وزیر مالیه در پارلمان روشن بود که بودجه با کمبودی مبلغ روبرو می‌باشد. فیض‌الدین قورزاده روز 24 ایون در نزد وکیلان گفت حکومت تلاش دارد از سازمان‌های مالی جهانی مبلغ جمع کرده در بخش‌های اجتماعی خرج کند. با تاکید قورزاده، تاجیکستان در اساس نظام قرضگیری عاجلی از صندوق بین‌المللی پول بیش از 189 میلیون دلار قرض گرفته است. این مبلغ با گفته وزیر با مهلت 10 سال و بی فایز به تاجیکستان داده می شود. وزیر مالیه در نزد وکیلان همچنین گفت مذاکرات آنها با بانک آسیای رشد، بانک جهانی، بنیاد اوراسیایی رشد و دیگر سازمان ها ادامه دارد. صاحبکاران در شرایط امتیاز اندازی دریافت میکنند که به گفته تحلیلگران وضع اقتصادی کشور خوب نیست. بخصوص کاهش مبلغ‌های انتقال مهاجران، به تاکید کارشناسان بر رشد اقتصادی کشور و توان خریداری مردم تاثیر منفی رسانده است. نگرانی که مقامات نیز آن را رد نمیکنند. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که شبانه روز گذشته 63 نفر در کشور به بیماری کووید 19 گرفتار شدند. به این ترتیب شماره گرفتاران این بیماری همگیر در تاجیکستان به 5630 نفر رسید. به اطلاع وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان از 30 اپریل تا روز 24 ایون در کشور 52 نفر بر اثر این بیماری جان باختند. مقامات این وزارت همزمان میگویند که تا امروز یعنی تا 24 ایون 4194 نفر یا بیش از 74% گرفتاران به این بیماری شفا یافتند. وزارت تندرستی تاجیکستان همزمان اطلاع داده است که شبانه روز گذشته 85 نفر پس از شفا یافتن از بیمارستان‌های کشور به خانه‌هایشان رخصت داده شدند. در فهرست آلترناتیوی قربانیان احتمالی کووید 19 و 26 تا 14 ایون نام 437 نفر را نوشتند. دوستانی دادگاه هیگ و یا گاگ پرزیدنت کوسوو هاشیم تاچی، سابق رئیس پارلمانت کوسوو کادری وسیلی و یکی ده افراد دیگر را با جنایت‌های نظامی و جنایت بر ضد انسانیت در دوره جنگ کوسوو در سال‌های 1998 تا 1999 عیبدار دانست. دوستانی مخصوص گاگ معروف به نام SPO روز 24 ایون اظهارات پخش نموده، تاکید کرد که متهمان مسئول کشتار تخمیناً 100 نفر به نام نشان شدن افراد مجازات و شکنجه هستند. تاچی و وسیلی فرماندهان ارتش آزادیخواه کوسوو بودند. در این ارتش البانی تباران بر ضد نیروهای امنیتی سربیا می جنگیدند. وسیلی که حالا رئیس حزب دموکراتی کوسوو و وکیل مردمی می باشد، دست داشتن در هر گونه جنایت ها را رد کرده، تاکید نمود که از عضویتش در ارتش کوسوو و آزاد نمودن مردم این کشور افتخار می کند. تاچی در گذشته دست داشتن در جنایت های حربی را رد کرده است. بعد اعلان دادگاه گاگا، دستگاه تاچی گفت که نامبرده سفرش به ایالات متحده آمریکا را پیش از مهلت به پایان رسانده به کوسوو برمیگردد. ماموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ میگوید در سال 2019 صرف نظر از ضعیف شدن ایران، گروه افراطی دولت اسلامی و سازمان تروریستی القاعده تحت خطرباری تروریستی موجود بود. تهدید خطرباری تروریستی موجود بود. همزمان در گزارش سالانه دپارتمنت دولتی آمریکا بخشیده به تروریسم گفته شده است که حمله های گروه تبعیضگر نژادی زیاد شده است. در این گزارش ایران همچون بزرگترین سرپرست جهانی تروریسم نامبر شده ذکر کرده است که همراه با طرفدارانش در سراسر جهان حمله های تروریستی را تحریزی و اجرا میکند. به قول همین منبع، تهران همان اجازت میدهد که القاعده در ایران فعال بوده در ارسال پول به سلاح بدستان در منطقه جنگی به مثل افغانستان، سوریه، سهم و در این کشور اعضای القاعده اجازه اقامت دارند. رهبر حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان از تعقیب شدن اعضا و طرفداران حزبش در گوشه‌های گوناگون کشور شکایت کرده است. رحمت الله زویروف 23 ایون در اظهارات گفت حکومت‌های محلی آنها را با هر راه و واسطه تهدید می‌کنند و می‌ترسانند. مقامات رسمی تاجیکستان هنوز واکنش نکردند. اظهارات رحمت الله زویروف در حال نشر شد که هفته گذشته محمود اوتینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفت مقامات انتظامی شهر حصار ملاقاتش با نمایندگان سفارت آلمان در دوشنبه شدند. قرار بود در ملاقات مسئله شکنجه و برخورد با حزب‌های سیاسی بررسی شود. زویروف هم میگوید تعقیب‌ها چند ماه به این طرف ادامه دارد و همزمان ادعا کرده است حساباتی را که درباره حزب و اعضای آن به وزارت عدلیه پیشنهاد میکند در دست یک مأمور میلیسا دیده است و گویا
از روی آن با طرفداران و اعضای حزب کار میکنند. در آن حسابات به گفته او نامناسب اعضا جایزی است و جای کارشان نوشته شده است. یکم صحبت رادیو آزادی در وزارت عدلیه تاجیکستان دیروز ادعای رهبر حزب سوسیال دموکرات را رد کرد و افزود هیچ گونه معلومات به کسی داده نشده است. و البته نخواست نامش ذکر شود و از ارائه تفصیلات خودداری نمود. نماینده های حزب سوسیال دموکرات چنین مناسبت را یکی از فشارهای حکومت های محلی در آستانه انتخابات آینده پرزیدنتی میدانند که قرار است ماه نوامبر امسال برگزار شود. تحلیلگران میگویند تعقیب و فشار در آستانه انتخابات در تاجیکستان امر طبیعی شده است. از سال 1994 به این طرف در 4 انتخابات پرزیدنتی امام علی رحمان رئیس جمهوری کنونی پیروز شده است. سازمان‌های بین‌المللی بارها حکومت تاجیکستان را برای سرکوب کردن نمایندگان احزاب مخالف و فعالان سیاسی تنقید کردند. مقامات تاجیکستان همواره میگویند در کشور به حقوق مردم و آزادی‌های سیاسی احترام می‌گذارند. و افتتاح استکاده یا رای سه طبقه در دوشنبه باز هم به تأخیر افتاد. قرار بود مراسمی به استفاده دادن استکاده واقع در قسمت غربی شهر دوشنبه امروز و با شرکت امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان صورت بگیرد. همانگونه که میدونیم رئیس جمهوری تاجیکستان حالا در مسکو است. منبع آزیا پلوس در حکومت کشور گفته است سبب تأخیر در وجود داشتن بعضی کمبودی‌های مربوط به کارهای ساختمانی میباشد. بنیاد رای سه طبقه ماه فوریه سال 2018 شروع شده. طبق نقشه باید بهار امسال مورد استفاده قرار میگیرد. و اکنون بینندگان عزیز برای شما از قرب اسعار خارجی میگویم که از طرف بانک ملی چنین تعیین شده است. $1 10 سومانی و 30 درم است. 1 یورو 11 سومانی و 61 درم ارزش دارد. امروز قرب 1000 روبل روسی 148 سومانی و 90 درم تعیین کرده است که نسبتی دیروز کمتر می باشد. با سپاس از یکایک شما برای همراهی. بینندگان عزیز فراموش نکنید 3 ساعت پس من شما را با خبرهای تازه از جمله اگر خبرهای نو در رابطه با پروازها از روسیه به تاجیکستان شد آگاه میکنم. شما را در پخش نوبتی مستقیم منتظریم و روزتون با برار باشد و خودتان را احتیاط کنید.